اومدم اینجا راجع به حرکات اصلاحی بچه‌هایی که سن‌های کم دارن صحبت کنیم. برای اینکه خیلی از خانواده‌ها نمیدونن که حرکت اصلاحی باید واسه بچه‌های سن پایین اجرا کنن، مخصوصا بچه‌هایی که ناهنجاری ارثی دارن. خب بریم با هم اجرا کنیم. پسر گلم با من همکاری میکنه. من بچه‌م 5 سال و نیمشه و من از 5 سالگی حرکت اصلاحی روش انجام دادم. اگر سنین بالاتر باشه، اگر از 7 سالگی شما میتونید حرکت اصلاحی برای بچه‌هاتون اجرا کنید. اما اگر ناهنجاری ارثی داشت، از 5 سالگی حرکت اصلاحی رو اجرا کنید. بریم مغزی هنوز بیشتر خسته نشده. اولین حرکت ناهنجاری که زمان با ورزش و بازی و سرگرمی باشه برای بچه‌هاتون که اذیت نشن. خب کف پا رو میذاری روی توپ و توپ رو به سمت جلو و عقب میبری. این حرکت یکم قلقلکش میاد بچه. این حرکت هم بازی و سرگرمی، هم باعث میشه کف پای صاف رو درمان کنه. حرکت دوم کش میدیم دست بچه. خب حتما با بازی باشه بچه ها. میگی دستاتو صاف بگی، بیار سمت بالا صاف و برگردون جلو، سمت بالا و صاف برگردون جلو. خب این خیلی مهمه. این چونه ها افتاده است به سمت جلو. پس کمکی که میتونیم بکنید و همیشه صاف بازتر به این حالته. در روز 10 دقیقه میذارم مهسا به این حالت راه بره. میگم هر کسی که مسافتش رو طی کرد از اینجا تا اینجا بره، آفرین مامان، برنده است و یه بازی عالی میشه واسه بچه. خب حالا بشین مامان، پا رو صاف کن. خب میشینم قشنگ کامل باسنت بچسبه به دیوار. برو عقب‌تر. خب دستا رو 90 میگی، این یکی هم صاف بشه. بیاد بالا. خب همزمان دوتا رو برسون به تو. باز دوباره برگرد. آرنج بچه‌ها باید جدا نشه. نه شما برنگرد. آرنج باید جدا نشه و همین حالت. آفرین. بیا نگاه نکن مامان، رو به رو نگاه کن. خب حالا اون یکی دستت هم بیار مادر، اون یکی دستت هم بیار، اون یکی دستت هم بیار. دو تا دست همزمان. آفرین. باز 90 برمیگردم. 90 برگرد. مامان آرنج تو بچسبون به دیوار. آفرین. این حرکت رو تکرار میکنم. این هم واسه پاسچر و آفرین پاسچر و صاف واسادن خیلی تاثیر داره. خب دستا صاف، مچ دستا، کف دستا به سمت سقف باشه. دستا رو صاف ببر بالا و برگرد پایین. این حرکت بچه‌ها معجزه میکنه واسه بچه‌هاتون، واسه قوز پشت و همچنین آرنج تو خم نکن مامان، و همچنین واسه درمان پاسچر. خب این بچه فکر کنم دیگه بیشتر از این نگاه کن خسته است. خوابید. خب میریم حرکت بعدی که باید اجرا کنیم اینه. بلند شما مامان. بلند تو سرپا. خب اینو میذاری تو گودی بچه و میگی بشین رو باسن، اسکات بزن، بیا بالا. توپ نباید بیفته. خیلی عالی. بیا پایین. اسکات بزن، برو بالا. اسکات. آفرین. تون نه.